سلام دوستان عزیز و مخلصانی به نهایت گرامی قدر. این حال یک برنامه نو بهری کل شما. البته برنامه ما عنوان گرفته است با نام خاطره ها. یکی از دوستان بهترین ما جوره جانی ما در کینوفیلم جورگی تا آخره. جوره جان زنده باشن. البته دوستی بهترین ما اگر نام اساسی تا خودت بگو خلق تشناس که در او کینو ماترا مقصد چی میگفتم در او کینو کیلر گفت فرود میکردم شب این مرا خولیگان میگفت انا که کیلر جوره جانی مرا ایدان خودش میفهمیم. نام شما زرینه عبدالرحیم زاده نوحیه دنغره استقامت کننده شهر دوشنبه. ای زنده باشی. انا دوست عزیزم جوره بهترینم این برنامه که ما پیشکش مردم میکنیم خاطره ها هست. ما البته فقط درباره همه کینوفیلمی که سال 2012 ما مقصد پیشکش کردیم و سر کردیم کارمونا این ایبان علاقه 10 سال گذشت. سال همی چی برادر 10 سال گذشت چی خاطره ها در یادت مونده؟ مرا برای مخلصا بگو. بسیار خاطره ها هست در یادم. یکی همه خاطره بسیار بعد زنگت زدم در روز میلیارد بار نبرداشتی. زنگت بزنم نمیبرداری جوره نمیفتی مرا نگاه نمیکنی. در یادم هست. انا کنم کدره تماشا کنی. Еще не вечер, пусть говорят, осталось время у нас с тобой. Этим словам я Иса, айма خفه شدی. بیهوده خفه شدی. بوم ایما پناهی با بلیت خریده یا؟ چی با نمیرفتم چی با بلیت نمیگرفتم. زنگت میزنم نمیبرداری جوره نمیفتی مرا نگاه نمیکنی. انا با چه خاطره ها در یادت مونده؟ همون کینوفیلمی جورگی تا آخره. خاطره هایی که در دوران لای دریای افغانستان آبازی کردیم. همه مرا سیامکه داره و من تای آوش دستم. همه خیاردم کنم. در دوم مقصد دختره که زیبا او دارم خیلی قوتی دستم. ما یا کنیگو کردم که تای آوش شیش دستم. با من خودم خیز کنه گرفتم. در دوم است. سربلند باشی. خیلی سالایی بود که مقصد ما همچه هنرمند کوشش میکردیم که کمی هم باشد. اگر اون کار به کمبودی نیست کمبودیاش قطعی ما همون کینوفیلم با نوار میگرفتیم و کوشش میکردیم برای تماشا. بنابراین شما که شما یک چی ببینید و روی الهامی تازه بگیرید. با چی خاطره ها داره همین کینو؟ با کجاش در یادت است و در خاطره دست و شما خاطره خودم؟ که خاطره من همینجا که بسیار من همون سولو زنگ میزدم یا که در راه میدیدم میگفتن که کمالیت تلفن میاره بعد مدام میتونم من تلفن رو میگیرم میگم که او تلفن برات نمیوردم. میگم هم خیلی بودگا میگم او تلفن بعد میگی آخه تلفن رو برای ما آورده. نه تو میگی که بگی تلفن این تلفن یکی جورم میگم او تلفن چه زور. میگم تلفن رو میگیرم میگه تلفن رو بگی پدرکا
که کاولری این کس میگه که مقصد شوهر شونده میگه اینو من برای تو نیاوردم برای این رو آوردم و ما آهسته میگم اوه اینو برای تو آورده. با تلفن اوه آیفون آیفون من تو da مخلوقه های با مخبول نیست دیگه همو عیصده انیسا من میدونم شما کداکیتون جوره این نه که من تلفن رو برای تو خریدگیم درست بگم این تلفن برای ولی باید از نم اومده بخرم آول خفه شدی من را گفته بود رو کووه گفت داری او دام میزنم یکی ما چی خفه شد؟ هم خیلی انجاش مرا در خاطر ماستن با جایی که مقصد یک دختره که زیبایی دیگه با همراه شما بازی میکرد راستی که ما دختره نمیشناختم همین وقتا کاستینگ میکردن چیکار میکردن که دختره آوردن ما خاطر شناس کردن راستی که دیگه همون دختره ندیدم تو یکم معلومات داری درباره همون دختر کجا باشه اگر بیاریم هم رنگ شما برنامه کنیم شم دیده یکم بار بدم یکم بار دیدم و یا چند سال پیش دیگه ندیدم Привет, привет, девушка. Я русский чуть-чуть знаю. Ты кто? Ты меня не узнал? Странно. Ой, привет, Аниса. Как ты, девочка моя? Как ты? Ты так изменилась. Да я ж тебе написала в Одноклассниках, что я приеду. Я так рада тебя видеть, ты не представляешь. Алиса? Кам Алиса? مکتبم میخونم Привет. Здравствуй, Все-таки ты меня узнал, да? Я сколько- Ты русский разговариваешь, я чуть-чуть по-русски знаю. Мама, мороженое. Ты сам не хочешь? Не, я не хочу мороженое. Ну все тогда. Аниса, обязательно я тебе сегодня в Одноклассниках отправлю свои номера, хорошо? Я тогда побежала, хорошо, Космрод. Все, берегите себя, не пропадайте. Вечером обязательно, хорошо? Все, давайте, пока. اگر من دختره که بیام البته برای شما دعوت میکنم و در این برنامه خاطره ها اشتراک میکنم و دوستان عزیز مرا با در خاطرم هست که رفته بودیم همین جای زور که همون سالا چقدر مهر و محبت بود که عربا خیلی تربوز برده استیم در راه رفته استیم همون ما رو دیدیم که ما فیلم بناور گرفته استیم میگه که تربوز بگیریم بخوریم در راه مثلا که تربوز کفونده خوردیم و مقصد که وجود همون پلک میگن جای پلک ها بدرونی پلک در اومدیم مدر اجازه دادم گفتم بدرویم مقصد دریا دم هست چی بود او بازی کردنمون در خاطرم هست خیلی عشق کردیم که یک روزایی بود بحری ما روزای تاریخی بود بازم من خدا رو زورا میکنم که خیلی روزا رو با ما نصیب بگردونه ما کینو فیلم بنوار بگیریم و البته که هر روز ما در دودا هستیم در پروپر هستیم برای شما کینو فیلم رو بنوار بگیریم و شما تماشا کنید و حلاوت ببرید و آخرش در یادم در خاطرم هست دوست عزیزم وقتی که میگه که شما هر دت مقصد و تمام میگه که شما هر دت خلق هم میگه که شما هر دت یک جایی البته دیگریتون قاطی میگردن که هم خیلی گپ میزنه و ما میگردم میگیم که نه اخی ما جوراییم تمام تنها جورا نمی همین که برای هم جورگی توخ با حال ما دوستیم با هم دیگه البته من در حیات من جورا دارم مقصد که در 10 سال یه بار میبینیم لیکن در کینو جورای جانی ما سربلند باشد با چی خاطره در خاطرت اومد
در خاطر نیست دیگه. الان کسانی که همین کینوفیلم تماشا نکردیم نرمت تماشا کنید ببینید کینوفیلم خوبه جورگی تا آخر تماشا کنید و حلاوت ببرید تنها برای شما و در آخر در مخلصان چی گفتنی ها داری چی پیشروی ها داری و این حال در چی کاروبار مشغولی؟ من این حال در صنعتکارم حافظه این در طرفخانه ها راست دیگه من یک طرفخانه دیدم که در طرفخانه با قبل خون میگن که جیوای موزیکا دا سرود میخونه راست دیگه این حال حافظه پیشقدم جوره جانی ما در طرفخانه ها سرود میخونن و راست دیگه در خود دولت روس هم یک ما سفر هنری داشتیم در یک جا دیدم همه خانمای زیبا رو که با انگوی صنعتکار یک جای اشتباه بودیم در خاطرم هست یک 2-3 سال پیش در خاطرم هست. چه گفتنی های بحر مخلصا؟ بحر مخلصا همیشه سربلند و خانه آباد باشین. زنده باشن تشکر و برنامه های نوی ما رو انتظار باشید. هر روز اگه وعدتون نمیکنم انشالله که هر هفته پیشکش شما میگردم هنرمندایی که قدیما رول بازی کردن انشالله که همش میام در برنامه خاطره ها بحر شما پیشکش میکنم تماشا کنید و حلاوت ببرید. البته برنامه نو خاطره ها تنها به خاطر شما تماشا کنید و حلاوت ببرید. باقی سربلند و خانه آباد باشید. زنده باشین.